چطور میتونیم با هوش مصنوعی برای خودمون درآمد داشته باشیم؟ درود به همگی، من مهراجم و آموزش هوش مصنوعی توی کانالم منتشر میکنم. و امروز اومدیم با هم دیگه ببینیم که چطور میتونیم با استفاده از هوش مصنوعی برای خودمون درآمد داشته باشیم. حالا من توی این ویدیو یه روششو بهتون معرفی میکنم تا ویدیو خیلی طولانی نشه و حوصلتون سر نره. بدون هیچ معطلی بریم وارد محیط نرم افزار بشیم و بهتون یاد بدم که دقیقاً باید چه کارهایی رو انجام بدیم. خیلی خب، من وارد یوتیوب میشم و سرچ میکنم مثلا AI انیمیشن. همونطور که دارید میبینید یه سری ویدیوهایی هست که توسط هوش مصنوعی اومدن انیمیشن درست کردن و دارن اونا رو توی یوتیوب میذارن و ازشون کسب درآمد میکنن. همونطور که میبینید اینجا یه ویدیو اومدن درست کردن که چطور میتونید از هوش مصنوعی درآمد داشته باشید و اینجور چیزا. مثلا شورت ویدیوها رو ببینید، همشون با استفاده از هوش مصنوعی اومدن یه سری ویدیوها رو درست کردن، یه سری انیمیشن ها رو درست کردن که توسطشون دارن درآمدزایی میکنن و ویوهای خیلی خوبی دارن. 133 میلیون ویو، 1 میلیون ویو، 700,000 تا ویو، 1,700,000 تا ویو. و همونطور که میبینید تعداد خیلی زیادی از این انیمیشن ها وجود داره داخل یوتیوب. خب مثلا من این کانال رو آوردم براتون، 143,000 تا سابسکرایبر داره با 156 تا ویدیو. و همونطور که میبینید ویوهای خیلی خوبی داره. بعضی از ویدیوهاش ویوهای خیلی زیادی دارن، بعضی از ویدیوهاش هم ویوهای خیلی معمولی دارن. مثلا اینجا 160,000 تا، 150,000 تا و بعضی از ویدیوهاش مثل همون 133 میلیون ویو. بابت هر 1000 ویدیو یوتیوب شورتس تقریبا بهتون بین 10 تا 15 سنت میده. حالا خودتون حساب کنید بابت 133 میلیون ویو چقدر درآمد داشته این طرف. حالا ما چطوری میتونیم این انیمیشن ها رو درست کنیم و برای خودمون درآمد داشته باشیم؟ ما میتونیم از این سایت استفاده کنیم، گوگل لب. اینو سرچ میکنیم داخل یوتیوب و اولین سایت رو کلیک میکنیم روش تا بالا بیاد برام. همونطور که میبینید یه سری انیمیشن ها هست، میزنیم میره و ترای ایت ناو رو روش کلیک میکنیم. چون من از قبل روش ثبت نام کرده بودم نیاز نبود که ثبت نام کنم و یه راست وارد اکانت خودم شدم. اکانتم هم پرو و خریداری کردم. اکانت پروش اینجوریه که وقتی که شما خریداری کنید 1000 تا توکن بهتون میده در ماه و شما با این 1000 تا توکن میتونید استفاده کنید و ویدیو و عکس درست بکنید. حالا چطور میتونیم ویدیو و عکس درست بکنیم؟ روی نیو پروژکت کلیک میکنیم و براتون یه دونه پروژه جدید درست میکنه. توی این بخش به شما میگه که چه چیزی میخواید تولید کنید، چه ویدیو یا چه عکسی میخواید درست بکنید. اینجا ما یه نوار داریم که همه اتفاقات اینجا میفته. روی این کلیک میکنیم، بخش ویدیو داریم، بخش عکس داریم. بخش عکسش رایگانه، روی هر مدلی انتخاب کنیم ازمون 0 تا کردیت کم میکنه و کلا کردیت کم نمیکنه، یعنی رایگانه. بخش ویدیو سازیش مدل آمنی فلش 12 تا بابت هر ویدیو، مدل لایت 10 تا، VO 31 فست 20 تا و VO 31 کوالیتی 100 تا. حالا چطور میتونیم از اینا استفاده کنیم؟ شما زمانی که با اکانت رایگان وارد گوگل فلو میشید که و میخواید باش عکس و ویدیو درست کنید، روزانه بهتون 50 تا کردیت رایگان میده. یعنی 5 تا شما میتونید ویدیو درست کنید با مدل VO 31 لایت. اینجا سایزتون هم تنظیم میکنید که برای یوتیوب شورت و اینستاگرام 9x16 مناسبه. شما اگه 4-5 تا جیمیل داشته باشید در روز میتونید 20 تا عکس تولید و درست بکنید. این از بحث ویدیوها و عکس ها. حالا چطور میتونیم سناریو بگیریم و مثل این مدل گربه ها همچین ویدیوها و انیمیشن های جذابی درست بکنیم؟ یه سایت دیگه هم داریم که همتون میشناسید، chatgpt.com، که اینجا تمام سناریوها اتفاق میفته. یا میتونیم از جمنای و کلاود هم استفاده کنیم. میتونید هر ستا رو تست کنید. من فعلا تو این ویدیو با چت جی پی تی کار میکنم. مثلا ما این چنل رو زیر نظر داریم و میخوایم شبیه این ویدیو درست بکنیم. یه عکس من گرفتم از صفحه چنلش و برای چت جی پی تی ارسال میکنم و بهش میگم که میخوام شبیه این ویدیوها درست کنم. بهش گفتم میخوام شبیه این ویدیوها درست کنم، چند مورد سناریو و همراه پرامپت ساخت عکسشون بهم بده. حالا هر چی شما دقیق تر براش توضیح بدید که چی میخواید، چت جی پی تی هم دقیق تر بهتون سناریو میده. خب سناریو رو برامون داد. سناریوی 1 گربه آشپز و همبرگر غول‌پیکر، سناریوی 2 گربه و دستگاه پولساز. همه اینا رو براتون سناریوهاشو مرتب میکنه و بهتون میده و همراه پرامپتاش. شات 1 گربه داخل آشپزخونه با لباس سرآشپز ایستاده.
من اینو کپی میکنم میرم تو مدل عکس سازی، اینو میذارم روی ضرب در 2، یعنی 2 تا عکس برام درست کن، سایزش هم که 9 تا 16. پرامپت رو پیست میکنم و اینتر رو میزنم تا عکس برامون ساخته بشه. چند ثانیه طول میکشه عکس رو تحویلمون بده و خیلی زود میسازه و بریم ببینیم که چه عکسی بهمون تحویل داده. همونطور که میبینید دقیقاً همون مدلی بهمون تصویر داد و همون گربه آشپزی که خودش توصیف کرده رو بهمون داد. اسم گربه هم خودش توی این عکس گذاشته لئو. و همونطور که میبینید دونه دونه این پرامپت ها رو میتونید کپی کنید و ببرید داخل گوگل فلو و تصویراشون رو بسازید. حالا من چند تا تصویراش رو میسازم و نشونتون میدم در ادامه. خب همونطور که میبینید عکس مختلفمون ساختیم و این عکس دوم، این عکس سوم، عکس چهارم که همبرگر افتاد روی گربه، عکس پنجم. این 5 تا عکس ما داریم. ولی یه مشکلی هست. توی این عکس‌ها اصلا کاراکتر گربه ثابت ما نداریم. مثلا این گربه با این گربه خیلی فرق داره. برای این مشکل چیکار کنیم؟ میریم سراغ کاراکتر. توی بخش کاراکتر اینجا میتونیم کاراکتر خودمون رو توصیف کنیم که چه شکلی باشه. مثلا من برای کاراکتر میام همین شات اول استفاده میکنم که همون گربه اولیه رو بهم بده و روی این گزینه میزنم تا کاراکتر رو برام بسازه. کاراکتر نمیتونه فقط گربه باشه، میتونید شما کاراکتر خودتون رو درست کنین. من مثلا کاراکتر خودم رو درست کردم و باش عکس هم ساختم. مثلا بهتون نشون بدم، من کاراکتر شوالیه برای خودم درست کردم و همچین تصویری تونستم باش بسازم که بعداً تبدیل به ویدیوش کنم. یکی از پروژه‌های ماست که الان داره ساخته میشه. خب همونطور که میبینید این گربه رو بهمون داد، اسمش هم گذاشته لئو و بخش کرییت بادی هم داره که میتونید بدنش رو درست کنید. بخش صدا هم داره که میتونید براش صدا تنظیم کنید. یه سری صدای پیش‌فرض هم داره. من نمیخوام بدن و صدا براش اوکی کنم، همین عکس مرجع کافیه. اینو دان میزنم و برامون یه کاراکتر میسازه. کاراکتر رو من میارم میندازم اینجا و ادامه پرامپت ها رو میگیر. مثلا پرامپت 2 رو کپی میکنم به همراه کاراکتری که انداختم اینجا و عکس رو میسازم. به همین ترتیب پرامپت 3 و 4 هم همین کار میکنم. پرامپت 3 رو میذارم، کاراکتر میارم اینجا و اوکی میکنم. اگه روی گوشی هستید و نمیتونید بکشید بیارید اینجا، اصلا کاری نداره. از روی اینجا گزینه به علاوه رو میزنید و کاراکترتون رو انتخاب میکنید. مثلا کاراکتر من که الان لود نمیشه این هستش، میزنم روش اد تو پرامپت رو میزنم و کاراکتر به راحتی اینجا برامون میاد و عکس رو میتونیم بسازیم. خب همونطور که میبینید اینجا گربه خیلی چاق‌تر بود چون که کاراکتر نداشتیم، ولی اینجا دقیقاً با همون مدل لباس و همون مدل برچسبی که روی پیراهنش بود به راحتی برامون با همون مدل کاراکتر ساخت. یعنی هر چیزی که ما اینجا داریم به عنوان کاراکتر در ادامه هم هست. ببینید اینجا هم دقیقاً همونه و در پرامپت 4 هم که قرار ساخته بشه دقیقاً همونه. این شد از ساخت تصاویر و ایجاد کاراکتر برای گرفتن تصاویر با کاراکتر ثابت. حالا چطور این تصاویر رو تبدیل کنیم به ویدیو؟ اینجا میریم توی بخش ویدیو و بخش میتونید فریم رو انتخاب کنید یا اینگریدینتس. فریم رو انتخاب کنید، دقیقا همون عکسی که بهش دادین رو براتون درست میکنه، ویدیوش میکنه. اینگریدینتس با یه ذره تغییر این کار رو انجام میده. ممکنه زاویه دوربین و اینجور چیزا رو تغییر بده یه مقدار براتون. سایزش هم سایز شورتس ویدیو یا اینستاگرام و اینم حتما بذارید روی ضرب در 1 تا یه دونه ویدیو براتون بسازه و توکن خیلی زیاد مصرف نکن. و اینم بذارید روی ویو 3.1 لایت و وقتی که دارید از پلن رایگان استفاده میکنید توکن کمتری مصرف کنید. دوباره من روی این گزینه به علاوه میزنم، عکسی که میخوام رو انتخاب میکنم. مثلا من اینجا این عکس رو نیاز دارم و میخوام، البته این کاراکترمه. این عکس رو انتخاب میکنم که انداخته داخل همبرگر. اد تو پرامپت رو میزنم و برای این تصویر و پرامپت دومم بودش، پرامپتش رو کپی میکنم و میارم میندازم اینجا و این گزینه رو میزنم تا ویدیو برامون ساخته بشه. خیلی خب ویدیو برامون ساخته شد. بریم نگاه کنیم ببینیم که چطور ساخت ویدیو رو. همونطور که میبینید ویدیو صدا داره، خودش داره صحبت میکنه داخل ویدیو و اولش یه ذره باگ داره. میتونیم توی ادیت درست کنیم، مثلا تا اینجاش باگ داره ولی از اینجا به بعد اوکی. میبریمش توی برنامه ادیت، کاتش میزنیم و نسبت به اون کاتا درست میکنیم. ببینید الان بعد اینجا اوکی کامل. به همین صورت میتونید انیمیشن های جذاب رو درست بکنید. مثلا من اینجا یه دونه ویدیو دارم که قبلا ساخته بودم که این انیمیشنیه که من قبلا ساختم. کشاورزان سفید بالک مینه تنها نیست، میزبان
این شکارچی بعضی نبردها با آرواره پیروز نمیشن، با میکروسکوپ دیده و پیروز میشن. من یه همچین انیمیشنی ساختم. یه شرکتی بود که به یه همچین انیمیشنی نیاز داشتن و من براشون ساختم این انیمیشن. همونطور که میبینید این انیمیشن تعداد خیلی زیادی ویدیو داره که من اینا رو بردم توی ادیت. حدود 46 تا ویدیو داره. من اینا رو بردم داخل ادیت و به هم دیگه چسبوندم، موزیک گذاشتم روش تا یه ویدیوی جذاب درست بشه. مثلا همونطور که میبینید شکارچی‌ها دندان ندارن، بال ندارن. همچین ویدیوهای جداگانه درست شد و من تونستم اینا رو به هم دیگه بچسبونم تا تبدیل به یک انیمیشن جذاب بشه. اینجا اولش باگ داشت ولی من از اینجا به بعدش استفاده کردم و تونستم داخل ادیتم بذارم. شما به همین ترتیب ویدیوهاتون رو بگیرید، باگ هاش رو کات بزنید، در نهایت خروجی بگیرید و بذارید توی یوتیوب یا اینستاگرام و به راحتی میتونید از هوش مصنوعی به نفع خودتون کسب درآمد کنید و ازش استفاده بکنید. فقط برای تولید ویدیو و عکس نمیتونید کسب درآمد کنید از هوش مصنوعی. خیلی چیزا هست که میتونید استفاده کنید، مثلا تولید موزیک، همین تولید ویدیو، تولید محتوا کردن واسه کارفرما، تولید محتوا کردن واسه خودتون، همه کار میتونید بکنید با هوش مصنوعی و کسب درآمد از هوش مصنوعی. من خودم هم یه چنل توی یوتیوب دارم که کلا با هوش مصنوعی داره اداره میشه و با هوش مصنوعی ویدیوهاشو میسازم و درآمد قابل قبولی هم داره. مرسی که تا اینجا این ویدیو رو تماشا کردید. توی ویدیوهای بعدی میبینمتون و توی کامنت ها بنویسید که به چه آموزش‌های علاقه‌مندید که من اون آموزش‌ها رو براتون بگیرم تا بتونید ازش استفاده کنید. ویدیو بعدی میبینمتون. تا ویدیو بعدی، فعلا.